در بخش 15 آنچه صاحب حیوانات خانگی باید بدونه هستیم. در این بخش در مورد نظافت و تیمارگری همسترها و تغذیه و جیره‌های غذایی آنها می‌خوایم بحث بکنیم. نظافت و تیمارگری. قفس باید به طور هفتگی نظافت شود. اغلب چون اعتقاد دارند که چنانچه جایگاه غذا که در زیر پشت خوابگاه در واقع خوابگاه همستر قرار دارد بیش از یک بار در هفته برهم زده شود، همستر بی‌اعتماد و بیقرار می‌گردد. می‌توان غذاهای فاسد و پلاسیده را روزانه بدون برهم زدن آرامش و ایجاد اغتشاش از لانه‌اش دور ریخت. همچنین به عوض کردن آب آشامیدنی و پاک کردن کناره‌های خیس قفس اقدام کرد. برای این که این امر راحت انجام شود، گذاشتن یک سینی کوچک از جنس در حلبی یا در گوتی‌های دور ریخته شده در زیر خاک اره در آن قسمت و جایگاه امکان پذیر است. آب تازه باید همیشه توسط لوله که در بدنه قفس ثابت شده باشد در ارتفاعی که همستر به راحتی به آن دسترسی یابد در اختیار حیوان قرار گیرد و گاهی میتوان قطره‌های ویتامین رو به آب اضافه کرد. همسترهای طلایی مخلوقات نازک نارنجی هستند و میتونن خودشون رو تیمارگر خودشون باشن و خود رو بیاراین. فقط گاهی انواع همستر موبلند نیاز به برس کشیدن دارن تا تراشه ها از پوست اونها جدا شود، تراشه های چوب منظورشون، و بهترین روش استفاده از یک مسواک نرم هست. همسترها نیاز به حمام کردن ندارن چون خودشون رو تمیز میکنن. حمام کردن آنها باعث از بین رفتن چربی طبیعی پوشش شده آنها رو مستعد سرماخوردگی میکند. از طرفی از ظرفی که حاوی شن و ماسه تمیز داشته باشه میتوان برای این منظور استفاده کرد. آنها خودشون رو در همین ظرف حاوی شن و ماسه میغلطانند، همان گونه که در محیط طبیعی در صحرا نیز این گونه عمل میکنند. آنها چنانچه در محیط و شرایط تمیز نگهداری شوند طوری که ادرار و غذاهای ترشیده و فاسد شده باقی نماند هیچ وقت بو نمیدهند و همیشه مرتب هستند. تغذیه در همسترها. در طبیعت همستر عمدتاً گیاهخوار هست و دانه‌های خشکی را که در بیابان می‌یابد می‌خورد. همچنین از گیاهان سبزینه دار و حشرات و کرم‌ها، تخم لاروا هر موقع که در دسترس قرار گیرند استفاده می‌کنند. به طور کلی رژیم غذایی آنها شامل 4 ماده مهم مواد گیاهی، مواد پروتئینی، مواد معدنی و ویتامین هاست. بنابراین رژیم غذایی متنوع و گسترده‌ای باید در نظر بگیریم. در اسارت یا همون قفس یک قاشق غذاخوری پر از غذاهای دانه‌دار مثل غلات منظور حبوبات در روز کافیه. موقع غذا خوردن همستر بیشتر وقتا شب هنگام هست. بعضی از آنها غذای خشک رو ترجیح میدن، بعضی دیگر دوست دارن که غلات با شیر نرم و خمیر گردد. چنانچه از پوره استفاده می شود در کنار آن از بیسکویت و نان سوخاری می شود استفاده کرد. اصولا طبیعت به این حیوانات معده و دستگاه گوارش قوی و توانایی اعطا کرده به طوری که یه همستر سالم همه چیز رو به خوبی هضم می‌کند و هیچ غذایی به جز میوه‌های ترش یا خاردار معده او را اذیت نمی‌کنند. غذاهای مناسبی چون حلیم جو، دوسر، گندم، نان برشته، غذای مخصوص توله سگ‌ها، برشتوک غیر شیرین و گاهی بیسکویت یا کیک همراه با مکمل که پروتئین حیوانی است و گردو و فندق و میوه‌ها و سبزیجات برای تأمین تمام عناصر ضروری خیلی خوب هستند. در صورت استفاده از پلت‌ها و غذاهای پاکتی باید غذاهای تازه نیز به همراه آنها داده شود. در مورد پروتئین حیوانی بهتر است به صورت تخم مرغ پخته سفت شده و پنیر و تکه‌های کوچکی از ماهی پخته شده یا گوشت بدون چربی پخته شده باشد. تخم آفتابگردان و میوه‌های چون انگور، کشمش و قطعات سیب یا گلابی نیز مناسب است. سبزیجات میتونه شامل کلم، کاهو، کرفس، اسفناج، جعفری، گوجه فرنگی و هویج باشه. همسترها مقدار قابل توجهی برگ‌های سبز و گیاهان وحشی چون گل گاسدک، شبدر، گیاه بارهنگ میخورند که در این صورت باید خوب شسته شود. نوزادان در نوزادی شروع به تغذیه از غذاهای جامد و سفت می‌کنند و از 7 روزگی باید غذایی از جو یا برگ‌های سبز خرد شده در همان جایگاه شیرخواری برایشان ریخته بشه. مادرای حامله و مادران شیرده نیازمند رژیم غذایی با پروتئین
بیشتر از مواقع عادی هستند و مقدار غذای داده شده باید به تدریج افزایش یابد تا مادر قادر به شیردهی و تغذیه طوله‌ها باشد. برای ماده‌های حامله و شیرده دسترسی به آب آشامیدنی اساسی و مهم است. شیر یا شیر رقیق شده هم مناسب است برای مادرایی که شیر میدن یا حاملند، خصوصا برای شیرده‌ها منظورشون است. غذاهای ذخیره شده درون کیسه همستر. گاهی دیده می شود هنگامی که همستر غذا خود را در پایان روز دریافت می‌کند قسمتی زیادی از آن را بلافاصله می‌بلعد، ولی این ظاهر قضیه است و او آنها را با پنجه‌های جلویی درون جیب کیسه‌ای می‌گذارد و آنها را به انبار خودش می‌برد تا بعداً در فرصت مناسب بخورد. بنابراین چیزهایی مثل دانه‌های تیز و جو نباید داده شوند چون به لایه ظریف داخل کیسه آسیب می‌رسانند. خب این بخش هم تموم شد. در بخش 15 هم تموم شد بحث 16 هم در مورد بیماری‌های همستر بحث خواهیم کرد. موفق باشید.